فکر کن ساعت 8:09 صبح از خواب بیدار میشی، نگاه میکنی تا ترامپ داره گلف بازی میکنه. بیا نگاه بکن. یه خونه 630 متری پنت 530 میلیاردی بریم اتفاق ازت میخواد چش از گوشیت بر نداره، چون قرار لاکچری ترین و پر آپشن ترین خونه‌ای که توی ایران ساخته شده رو به اتفاق ببینی. لابی نه، بهتره بگیم یه سرسرای با شکوه، یه قصر مدرن با لوکس ترین متریال، هزینه تجدید لابی 30 میلیارد شده. اما این تازه شروع ماجرا. اینا همشون اطلاعات و قیمت یه آپارتمان بود توی تهران. 630 متری بود. من 1300 متر زمین با 1700 متر زیربنا با اقامت گلدن بهت میدم. 10 میلیاردم کمتر. این سالن مهمانشه. این هم آشپزخونه‌ایه که واسه مهمونا طراحی شده. این مطبخه. اینا همشون طبقه همکفه. بیا کامل به توضیح بدم. آسانسور داره 3 طبقه. اینجا سالن سینمایی که داخل همین ویلا شما تحویل میگیرید. یه باشگاه خصوصی با سونای بخار و سونای خشک. این سونای خشکه. این سونای بخاره. جایی رو میخوام بهت نشون بدم اصلا هیچ جا نداره. یه فضای خاص و دنج برای سیگار و نوشیدنی‌های آخر هفته. به ازای هر نفر از ساکنین ساختمون یه پارکینگ اینجا جا هست. 2 تا اینجا، 4 تا هم بیرون. سالن پذیرایی مهمان که عربا بهش میگن مجلس، با یه میز ناهارخوری 8 نفره. یه دفتر کار مخصوص پدرهای خانواده که از دست بچه‌ها کامل راحت میشه. خصوصی. همشون در مورد زیرزمین بود و طبقه همکف. اینجا طبقه 1 کلی اتاق خواب داره. این 2 تا. این اتاق تیوی روم که همین میشینن فوتبال نگاه میکنن. بیا کلا کامل بقیه‌شو نشون بدم. این یه اتاق خواب دیگه. این اتاق خواب اصل کاریش که اصلا خوش خونه کاملیه. نگاه بکن. تخت خواب و نشیمن و اتاق لباس و خارجی بهش میگن کلوزت. این کلوزتشه. این اتاق لباساشه کامل، یعنی داخل اتاق لباس هم دوباره سرویس بهداشتی و وان و همه چی داره. بیا وان اینا رو نشون بده. این سرویس بهداشتیه. این وانشه. فکر کن ساعت 8:09 صبح از خواب بیدار میشی، نگاه میکنی تا ترامپ داره گلف بازی میکنه. بیا نگاه بکن. این زمین گلف ترامپ کلا. این ویویه که داخل اتاق خوابت صبح میخوای بیدار بشی. طبقه 3 این ویلا هیچی نداره. یه سالنی داره. فقط توش جشن میگیری، پلی استیشن بازی میکنی، بیلیارد بازی میکنی، عشق و حال میکنی، سر و صدا میکنی. هیچی نمیتونه مانع شادی داخل این طبقه بشه. بالکنش نگاه بکن. بالکنش که نگاه میکنی انگاری مثلا 3 تا از این اتاق خوابی ما داخل بوشهر بوده. 40 متر بالکن داره. اینم ویو طبقه 3. تمام این ویدیویی که دیدی 24 میلیون درهم قیمتشه که شما فقط با 20% پیش پرداخت و 3 ماه تنفس و بعدش کلا ما 1% تا موقع تحویل میتونید